محسن یه خورده هم دارن بی خودی. افسر بامو لج کرده. افسر بامو لج کرده. نمیدونم چی 18 بار با تو لج کرده. نه آیین‌نامه‌ای که دادم قبول شدم. سوار شدم حالا میگه بنداز نمیدونم تو یک بار. انداختم تو یک دارم میرم. بعدا نمیدونم عصبانی میگه چرا محکم کوبیدی تو درخت. بی خودی لج کرده بامو. بی خودی لج کرده. ماشین راهنمایی ماشین پلیس رو زدی تو درخت؟ نه لج کرده بود درخت. محسن چیزی هست سرش، یه گنبولیه سمت راست اومده بغل راننده. دنده. چی؟ دنده. گنبولی دنده. چه دردی میخوره تو ماشین؟ چه جوری گذاشتی یک حرکت کردی؟ نذاشتم. پس چی؟ خلاص بوده ماشین؟ من نمیدونم. این فشار دادم روی چیزی پایین، بی خودی میرفت پایین. زدم. خود مرده عصبانی شد. افسر با لغت زد توی گنبولیه. ماشین راه افتاد. ما بیشتر فشار دادم. خورد تو درخت. اینجا بام لج کرد. آموزش رانندگی نرفتی؟ نه رفتم. محسن چیز دایره چیه الکی تو سینه آدم نفس آدم بند میاد. چیز دایره الکیه؟ او چیه جلو ماشین؟ فرمونو میگی؟ چی؟ فرمونو داری میگی؟ کارکردی فرمون الکیه نگرفته بودیش؟ فرمون تو دستت نبود؟ مگه کارکردی داره تو ماشین تو رانندگی؟ داری اذیتم میکنی؟ نه والا محسن. فرمونو نگرفتی. دندرم که رفتی برای چی گواهینامه بگیری؟ رفتی برای چی گواهینامه بگیری؟ برای چی رفتی گواهینامه بگیری؟ ما چون آینده خودم تو فرمول 1 میبینم. فرمولا 1 گفتم برم استپ بای استپ، پله شروع کنم. محسن بله. محسن جان بله. الکی قبول داری